کنیبک در روسیه به حیث کوریر کار میکند. به مشتریان پیتزا میرساند. سال سوم است که در خارج از کشور روزه میگیرم. ما 12, 13 و بعضا تا 14 ساعت کار میکنیم. ولی این مشکل نیست زیرا کار ما سبک است. ما با ماشین یا دوچرخه کار میکنیم. با نزدیک شدن افطار سفارش ها زیاد و کنیبک سرکار می شود. فرمایش زیاد است. باید همه را سری وقت برده رسانیم. وقتی سفارش ها را می رسانیم سری راه یگان چیز می خوریم. هنگامی رو آب به این طرف و اون طرف راه یگان چیز به دهان می گیریم. با همین بستی کاری به آخر می رسد. به خانه می آییم و به سری خوراک خورده می خوابیم. سایقل در یکی از طرفخانه ها فراش است و مثل مهاجران دیگر 12 ساعت کار می کند. او هم روزه‌دار است. می گوید که کارش چندان وزنی نیست. گرفتن روزه مشکل نیست. من زیاد خسته نمی شوم. کار خود را اجرا می کنم. ماه یک بار تمام طرفخانه را پاک می کنیم. همان وقت کمی مشکل است. روزهای دیگر آسان است. ریاست روحانیان مسلمانان قزاقستان میگوید بر اساس قانونهای شریعت ساعت زیادی کاری برای روزه نداشتن سبب نمی شود. یک روحانی دیگر میگوید که زنان حامله، بیماران، شخصان سالمند و آنهایی که در سفر هستند عذر دارند. 15 gün göçeğin cürse bir yerde. اگر آدم در یک جای دیگر تا 15 روز بماند او اجازه دارد که روزه نگیرد. بعد از 15 روز وی الکی مسافر دانسته نمی شود. ولی اگر آدم 10 روز در یک شهر و 10 روز دیگر در جای دیگری باشد او مسافر است. اما اگر برای او مشکل نیست می تواند در چنین وضع هم روزه بگیرد. روحانیان میگویند مهاجران حتی اگر در بست شبانه کار میکنند طبق قانونهای شریعت باید روزه بدارند. در ریاست مسلمان‌های قرقیزستان میگویند در چنین شرایط روزه‌داران باید هنگام خوردن خوراک از کار تنفس بگیرند.